بپذیرید کل استراحت کنندگان مؤسسه دولتی استراحتگاه طبابتی سابقه داران جنگ و مهنت رامت شهر وحدت کدام یک و یک شما را به این مؤسسه مذکور خوش آمدید گفتنیم بگذرد دو روزه دنیا بگذرد از عمر انسان بگذرد غم مخور ای بی وفا هستیم گدا بگذرد شاه و گدا هم بگذرد آدمی زاد هست و نیست در یک نفس بری عالم نیکی ها کن بگذرد غم مخور ای بی وفا هستیم گدا بگذرد شاه و گدا هم بگذرد ولی آن دلیری آن مردانگی آن جسوری آن غیوری و آن شان و شرفی که امروز رهبریت مؤسسه دولتی با سرداری رهبر مؤسسه محترم نورف اسماعیل برای هر یکی ما و شما کرده است میگذرد ولی ناز و نعمت آن مهر و محبت آن در دل هر یکی ما و شما تا ابدالدر باقی خواهد ماند. دوستان گرامی عزیزان دل و دیده در این برنامه کانسرتی امروزه ما بلبل خوشنوا برادر عالی قدر ما اهل دین جان برنایان امروز آماده خدمت شما هستند. گل و بلبل با هم پیوست وفای و مهربانی را بیا ما هم قدح بر دست به یاد داریم جوانی را بخوان ای اهل دین خوشخوان سرودی شوخ ایدانه شب صدها گلی خندان در این منزل در این خانه. اینه در خدمت شما بندای خدا اهل دینی برنایان. مرحبا. کسی عاشق نباشد حالی مشتاقان چی میداند کسی عاشق نباشد حالی مشتاقان چی میداند زی در کوشی دانشمند کسی نادان چی میداند نیگر بر جمعی خوشحالان نیگر بر جمعی خوشحالان زی شادمانی طرف دارد ندیده است تو که محتاجی زی سوزی جان چی میداند سوخم با معنیش گویی سوخم با معنیش گویی پیسندی عاقلان گردد کسی به معرفت قدری سخنرانی چی میداند سوخم با معنیش گویی پیسندی عاقلان گردد کسی به معرفت قدری سخندانی چی میداند کسی به معرفت
قدری سخنرانی چین میداند یاره. هم خانه تو را یابم، هرگز نروم جای آن جان تو را یابم، هرگز نروم جای آن جان تو را یابم. در خواب کنم شبها بر خانه روم تنها، بر خانه کنم شبها بر خانه روم تنها. در خواب تو را بینم، در خانه تو را یابم، در خواب تو را بینم، در خانه تو را یابم. در جانب میخانه آیم پی پیمانم، گردی سری و دردان پروانه تو را یابم. در صحبتی هر دمی کف گفت نشد شمه، در